درود رفقا مخلص، من سعید هستم و اینجا 4مین قسمت از برنامه اکوپدیاست به همراه سلام دوستان، منم امیرحسینم و خیلی خوشحالم که دوباره میزبان شماییم تو این برنامه. فصل اول اکوپدیا آشنایی با مسائل مربوط به بازار آزاد و اقتصاد بر مبنای کتاب لیبرالیسم نوشته فون میزسه. لطفاً فصل‌ها رو از قسمت اول دنبال کنید چون کاملا به هم مرتبطن. تو این قسمت راجع به اجراناپذیری سوسیالیسم صحبت می‌کنیم. خب امیرحسین، قبل از شروع برنامه‌مون نکته یا حرف خاصی هست که بخوای بهمون بگی؟ خیلی مهمه که دوباره به این قضیه اشاره کنم چون میزس توی این فصل توی این قسمت درباره اجرا ناپذیری سوسیالیسم حرف میزنه و مهمتر این که بدونیم کی این حرفو زده. روی تایملاین تاریخی اگه بخوایم نگاه کنیم، زمانی که میزس این حرفا رو میزده توی ایران احمد شاه قاجار، آخرین شاه دودمان قاجار حاکم بوده و در شوروی تازه انقلاب‌های کمونیستی شده و ایده‌های سوسیالیستی، ایده‌های کمونیستی خیلی همه جا فراگیر بوده. اون زمان میزس اومده گفته برادر من نکنید آقا جان، این راه بیراه است، نکنید. و این خیلی مهمه که شما اون زمانی که همه توی شور و هیجان این انقلاب‌های نو، این ایده‌های جدید هستی، میای این فاجعه رو از قبل پیش بینی میکنی و این جذاب کرده این کتابو که ما الان بعد از حدود 100 سال دوباره داریم این کتابو میخونیم. و من بعد از 100 سال باید بگم دم میزس گرم که همچنان آدم خفنی بوده. چرا میزس گفته که سوسیالیسم اجرا ناپذیره؟ میزس میگه که توی نظم کاپیتالیستی سود حرف اول میزنه. میگه شما هر چقدر کار کنی سود میکنی، هر چقدر تلاش کنی به اون میزان سود میکنی. ولی در نظم سوسیالیستی اینجوری نیست، چون انگیزه از بین میره. چون میگن شما هر چقدر که کار کنی در آخر سود قرار تقسیم بشه بین همه و از بین رفتن انگیزه دو حالت به وجود میاره. یا این که میگن آقا جان وجدان داشته باش، بیشتر کار کن، وجدان داشته باش، یه جوری کار کن. یا در آخر مجبوری که اعمال زور کنی که آقا به زور به یارو بگی کار کن، به زور طرفو به کار وادار کنی. ولی خب میزس میاد میگه چی؟ میزس میاد میگه در نظم کاپیتالیسمی یک مخرج مشترک به وجود میاد به دلیل بازار آزاد، به دلیل وجود این مکانیزم بازار آزاد یک مخرج مشترکی به وجود میاد به اسم قیمت، که اصلا ایرادی که میزس میگیره دقیقاً سر اینجا. میگه شما تو نظم سوسیالیستی چیزی برای محاسبه کردن کاری که داری میکنی نیست. یعنی شما در آخر فلان صنعت دولتی و نمیتونی بگی این صنعت سودده بود یا ضررده بود، نمیتونی بگی انجام این خدمات تولیدی، انجام این کالای تولید شده با چه قیمتی تموم شد. این دلیلش به خاطر اون پرایوت بودن مدیریت دولتی میشه. دقیقاً به خاطر اون شرایط دولتی که به وجود میاره شما دیگه از محاسبه قیمت میمونید. یه مثال بزنم، حالا مثال درشت میزنم، چیزی که تو کتاب خودش هم گفته. میگه میخواید شما یه خط آهن از نقطه A به نقطه B بکشید، 3 تا مسیر برای این طراحی میکنید. تو نظم سوسیالیستی نمیان بررسی کنن، یعنی اصلا نمیتونن، امکان این بررسی وجود نداره که کدوم یکی از این مسیرها بهتره، اصلا اجرا بشه بهتره یا اجرا نشه بهتره. ولی تو نظم کاپیتالیستی اینجوری نیست. این تا قطعه تا جزئیات خط تولید، تا جزئیات مسیرها قابل شناسایی، قابل اینه که شما بتونی قیمت رو توش تشخیص بدی، بعد میتونی برآورد کنی که آقا این سوده هست یا سوده نیست. و این خیلی به نظر من چیز مهمیه. دقیقاً. و اینکه این اشاره‌ای که کردی به این مخرج مشترک، قیمت و مخرج مشترک تو این سازوکار چطور به دست میاد؟ بذار اول با یه آزمایشی که انجام شده توضیح بدم. یه آزمایشی انجام شده، سرچ کنید پیداش میکنید. آزمایش اسمش خرد جمعیه. اومدن توی ظرف حدود مثلا فکر کن شما 1000 خورده ای توپای ریز انداختن، یه حالت تیله تور انداختن توی اینا. بعد رفتن از 100 نفر 150، هرچی جامعه بیشتر باشه بهتره دیگه، جامعه آماری. آره. اومدن از 100 نفر پرسیدن، گفتن آقا توی این حدس میزنی چند تا توپ رنگی هست؟ اعداد از 500 تا مثلا بوده تا بعضی گفتن 10,000، بعضی گفتن 15,000 تا. اعداد خیلی پرت بوده نسبت به اون چیزی که واقعیت داشته. بعد اومدن اینو تقسیم بر تمام این اعدادی که گرفتن، این جامعه‌ای که گرفتن رو جمع کردن و تقسیم بر جامعه
جامعه آماریشون کردن، با تقریب خیلی ناچیزی عدد داخل اون در اومده. یعنی درسته که حدسایی که همه زدن پرت بوده، ولی خرد جمعی در آخر تشخیص داده که چند تا دونه گوی داخل اینه. اون خرد جمعیه رو موفق توصیف کرده. موفق. قیمت هم سعید اینجوری کشف میشه. ببین قیمت بر اساس نیاز کشف میشه، بر اساس عرضه و تقاضا کشف میشه. یعنی شما الان یه جا میری یه کالایی یه نفر داره میفروشه، هر کالایی مهم نیست، به شما یه قیمت پرت و پلا میگه، با عقل جور در نمیاد. میگه آقا جان پیش خودت دو تا فکر میکنی، میگی یا این بابا آدم پرتیه یا اصلا قیمت سرش نمیشه، یا دوباره پیش خودت میگی حتما یه کالای خاصیه یا برند خاصیه داره این قیمتو میگه. ببین با عقل جور در نمیاد. اینو اون خرد جمعی تشخیص میده، اینو اون عقلانیت تشخیص میده. شما متوجه میشی که این کالا، این قیمت به این کالا نمیخوره و این به نظر من حالا یه چیزیه که تحقیق کنن راجبش، چیزیه که بخونن راجبش، اصلا متوجه میشن نیازی نیست دستوری همه چیز انجام بشه، نیازی نیست همه چیز دستوری قیمت گذاری بشه. خود اون خرد جمعی، خود اون نیاز، خود اون عرضه و تقاضا این عمل رو انجام میده، قیمت رو کشف میکنه. ولی توی سوسیالیسم این کشف قیمت از بین میره. این کشف قیمت هرگز انجام نمیشه، اصلا نمیتونید قیمت رو کشف کنید. و اینکه این گم شدن قیمتی که داری اینجا توضیح میدی چه تبعاتی میتونه برامون داشته باشه؟ توی نظم سوسیالیستی وقتی میگیم قیمت گم میشه، نمیتونیم متوجه بشیم که این کالا یا خدماتی که ما انجام دادیم به صرفه بوده یا به صرفه نبوده. آقا اصلا این چیزی که ما تونستیم انجام بدیم، این کاری که ما کردیم صرفه اقتصادی داشت یا نه؟ و یه مثالی داره میلتون فریدمن، میگه که اگر شما توزیع شنهای بیابانو به دست دولت بدی، بعد چند وقت کمبود شن میاد. و این خب نشون دهنده همینه دیگه. وقتی شما سودآوری خدماتت مشخص نباشه، بعد یه مدت کمبود کالات به وجود میاد، نبود تنوع کالا به وجود میاد، پرت بودن قیمت به وجود میاد. برای شما دیگه باید برای یه کالایی که کم بوده یه قیمت پرت و پلا پرداخت کنید، چون رقابتی دیگه نداره، تجارت آزادی هم وجود نداره، خودش مونده و خودش. سود و زیانش هم که اصلا قابل محاسبه نی. اون کارگری که اونجا داره کار میکنه، اون خط تولیدی که اونجا داره فعاله، اون کالایی که داره تولید میشه. مثلا تو صنعت خودرو شما بخوای ببینی از پیچ تا نوع کار تا نوع خدمات تا خط تولید، توی نظم سرمایه‌داری و کاپیتالیسمی تو بازار آزاد قابل مقایسه و محاسبه است. ولی توی نظم سوسیالیستی دیگه اینطوری نیست. و خودروها به جای اینکه سودده باشن برای کارخونه ها، ضرر دارن. در پایان میگن ما ضرر داریم میکنیم. ولی آیا در آخر مشتری سود میکنه؟ ضررشو مشتری میکنه. اون کارخونه که داره کارشو انجام میده، قیمتش هم خوب پرت و پلا بهت میگه، صفم باید وایسی در آخر. کمبود کالا هم داره. بله متاسفانه. و اینکه یه مثال عینی از این مدل که توضیح دادی بزن که بتونیم بهتر درک کنیم این مسئله رو. فکر میکنم مثال بنزین مثال خوبی باشه. قیمت بنزین. ببین قیمت بنزین، این که میگن قیمت بنزین زیاد بشه یا آزاد بشه، این نمیشه رو هوا این اتفاق بیفته که اصلا یعنی چی این که زیاد بشه یا قیمت آزاد بشه؟ چه دلیل این حرف رو به چه دلیل میزنن؟ ببین شما قیمت یکی زمان براش مهمه، چه زمانی داره این قیمت ارائه میشه، و یکی مکان براش مهمه، توی چه مکانی داره این قیمت ارائه میشه، که بهش میگن کشف فرصت. این تغییرات قیمت توی زمان و مکان یه سری سیگنال به ما میده، یه سری سیگنال به کارآفرین میده، به تولید کننده میده. این سیگنال ها باعث میشه تولید کننده بگه آقا مثلا الان قیمت بنزین در فلان شهر زیاده. کارآفرین مجبور یعنی مجبوره که به خاطر سود خودش صنایع و تولیداتشو میبره توی اون شهر که اونجا هم قیمت سوخت متعادل میشه، هم قیمت کالا و خدمات برای سود ده. یعنی این اختلاف قیمت در زمان و مکان باعث میشه تولیدات طبق همون خرد جمعی، طبق همون نظمی که رقابت و سودآوری به وجود میاره تقسیم بشه. و این به نظر من امکان پذیر که هست و دارن این کارو میکنن. دنیا واقعا داره این اتفاق میفته و جواب داده و جواب میده. ببین فرایند بازار باعث میشه اقتصاد همیشه پویا باشه. یعنی شما از سیگنال هایی که مثلا قیمت بنزین به شما میده، کارآفرین و تولید کننده به چه نتیجه‌ای میرسه؟ مثلا یا من برم خودروهامو، تولیدمو، موتور ماشینمو بهینه‌تر کنم که سوخت بهینه‌ای داشته باشه. میره موتور برقی تولید میکنه، میره خودروهای هیبریدی تولید میکنه که در این چرخه سودآوری کنه، که در این چرخه فروش داشته باشه، که بتونه بمونه توی اون
بمونه توی اون رقابته، توی اون نسل. و در آخر هم قیمت سوخت متعادله، هم قیمت کالا متعادل میشه و از همه اینا مهمتر مشتری سود میکنه. مشتریه که انتخاب‌های بهتری داره، مشتریه که انتخاب‌های بیشتری داره. بعد بخشی شاید بخوام برن به سمت مثلا حمل و نقل عمومی. اینجا یه سری کارآفرین، یه سری تولید کننده، یه سری به قول معروف سرمایه‌دار میان حمل و نقل عمومی رو بهتر میکنن، تکنولوژیشو بهتر میکنن، خدماتشو بهتر میکنن، نه برای مردم، برای سود خودشون. ولی خب سود اینجا کنار هم میکنن. جامعه همزمان با هم سود میکنه، همزمان همه در کنار هم رشد میکنه و این به نظر من خیلی مهمه. دوباره هم اینو میگم، حالا خیلی طولانی شد این مبحث، دوباره هم میگم که فقط این امکان در تجارت آزاد و بازار آزاد به وجود میاد با مالکیت خصوصی. در غیر این صورت همه سرمایه ها هدر میره، چون شما دیگه برآوردی نمیتونی بکنی. دقیقاً. دمت گرم امیرحسین. چکری. خیلی ممنونم. به عنوان حسن ختام برنامه حرفی داری بهمون بزنی؟ نه من دیگه حرف خاصی ندارم. مخلص. خسته نباشین. رفقا خیلی ممنونیم از اینکه کنارمون بودین، همراهمون بودین. پیمان این برنامه پیمان بین ما و شما دو طرف است و باید دو طرفه باشه و نیازه که هر دو طرف ما به عهدمون وفا کنیم. کار خوب از ما، حمایت از شما. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لطفاً توی کامنت ها نظراتتون رو با ما در اشتراک بذارید. با یه بیت از حضرت حافظ برنامه رو تموم میکنیم. میگن که گرت هواست که معشوق نکسلد پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. ارادتمندم، مخلص، خدا نگهدار.